салом алейкум. Мардуми шарифи Тоҷикистон, номи ман Аюб. Соли 1985 сол падари Муҳаммад Иқболи Садриддина 1.5 сол турма карданд. Медонем барои чӣ? вақте ки Исоқов Аюб мега падари Муҳаммад Иқбол зинокор буд, шумо бовар намекунед. мегем не Исоқов Аюб. падари Муҳаммад Иқбол барои ҳайвонора зино мекард, ҳайвонои ҳамсоёро. мардум жалб карданд, бурдан 1.5 сол маҳкамаш карданд. бовар намекунед. видеоро тохиша тамошо кунед. ҳаллаи ғафуров хонаи дуошиёна қариб 10 ҳуҷра дорад. дар кӯчаи Маданият хонае ки 23 ҳуҷра дорад, хонаи бо ҳашамат. дар кӯчаи Ҷалилов 2 ҳавлӣ, дар кӯчаи Ҷалолиддини Румӣ хонаи баландӯшона. дар ягон ҷо кор накунад, дар ягон сам фаъолият надошта бошад, инқадар маблағ аз куҷо пайдо шуд ки инқадар соҳиби хонаю дар шудааст. ман 32 сол боз омӯзгор кор мекунам, як 3 ҳуҷрагӣ дорам ки ман дар корхона кор мекунам, музди маош дорам, лекин қудрати харидани хона надорам. вай кор накарда, як даромад надошта, аз куҷо инқадар соҳиби хонау дар шуда бошад? болои ин дар ҳамаи хонаҳое ки вай соҳиб гаштааст, одамони хориҷӣ иҷора шинондааст ва ҳамаи маблағҳое ки аз иҷора мегирад, вай ба давлат андоз намеспорад. бе супоридани андоз ба ҳамун хориҷа кашола карда маблағро мебарад. 5 сол мешад дар хона зиндагӣ мекунам. ба номи хона, ба номи мулло Қаландар ҳаминҷа зиндагӣ мекунам. мулло Қаландар تا 2019 1,500 سامان آرنده میشینم. تا 2019 صاحب 10 فرزند هستم. دیگه بچهای ما در مکتب 6، 5 تا بچه ما در مکتب 6 درس میخوانند. 2 تا دختر ما در کالج اینجا میخوانند. بعد از 2019 ملا قلندر که خودش گم شد، باز عروسش آمده از ما میگرفت 1000 سامان تا امروز. اینجا آمدیم مهاجر شده، تمام شرایط بر ما مساعد است. ما که شهروند خارجی هم هستیم. ما همین کرونا هم آمد، ما را همین دکترای تاجیکی دادن در ما آورده، دارو دوای ما را همینجا دادن. در تو چی میرسید که توی تو جایداد انداخته. ما قراره که از همسایه خبر شدیم یک خانه نه 5-6 خانه داره. طولی چند سال در همسایگی با انا همین محمد اقبال صدرالدین زندگی دارم و در باره اویله آنها بسیار چیزا میدونم. من میدونم که در اویله آنها که در نزدیکی ما زندگی میکردن، همه آنها عموما یگان معلومات نداشتن. اولا پدر آنها صدرالدینов قلندر، یعنی با لقب مولا ما میشناختیم. از همین افغانستان سال 1990 وقتی که برگشتن، شرایط زندگیشون خوب بود. بسیار خانه های یک баландошона, хонаи ҳатто дуошона месохтанд. мо дар муҳлати ҳамин қадар сол кор кардан, бинед ман ҳамин хонаи ман аст ки дар инҷа мебинен, ин хонаи ман аст. дар хонаи ман ҳамин қадар меҳнат кардам, манам хонаи ман. вай хонаи бисёр дуошона, як хонаи бо ҳашамат дорад. манзили истиқоматӣ воқеъ дар суроғаи шаҳри Бохтар, кӯчаи Маданият 2, каср 1, хонаи 45 عبارت از 23 حجره در مساحت 0.40 گکتار. منزل استقامتی واقع در سراغه شهر باختر، کوچه باباجان غفوروف، خانه رقمی 70 عبارت از 4 حجره در مساحت 0.8 گکتار. منزل استقامتی واقع در سراغه شهر باختر، کوچه جلیلوف 84. منزل استقامتی واقع در سراغه شهر باختر، کوچه جلال‌الدین رومی، بنای 5، خانه 22. طبری از گفته های این شاهدان ثابت می گردد محمد اقبال صدرالدین در هر یک کردهش سود خود را می جوید و پروای سرنوشت دیگر انسان ها را ندارد. او مومین برادر مومین گفته آنها را فریب می دهد، مبلغ هایشان را می گیرد و همچون یک واعظ دین در این صورت برایش حرام بودن مال مؤمن را انکار می کند. چرا چنین است؟ او که پیوسته در سامانه و صحیفه های اینترنتی از باب مسلمانی وعظ می‌خواند، چرا خود به دزدیدن مال دیگر مسلمانان مشغول شده است؟ چرا او نسبت به همدینان خود چنین بیرحمی را روا می‌بیند؟ ریشه پاسخ را به این سوالها
در ایام نورسی و نوجوانی محمد اقبال صدرالدین در شیوه زندگی خانوادگی و تعلیم و تربیه گرفته او جستن در کار است. بزرگان علم و ادب بیهوده نگفتند که تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. محمد اقبال صدرالدین در مکتب دانش کامل نگرفته است، زیرا پدرش او را مجبور می ساخت که به مکتب کمتر رفته بیشتر در نزد خودش و دیگر ملاهای توصیه دادهش سبق دینی گیرد. اسب تازی در طویله گر ببندی پیش خر، رنگشان همگون نگردد، طبعشان همگون شود. اگر از همین لحاظ، از همین یک پند خیلی مهمی انسانی اگر که خلاصه براری کنیم، به خلاصه آمدن ممکن است که همیشه بهادیهی این یا آن شخص، این یا آن فرد در عائله، بهادیهی را باید از محیط خانواده دید که چگونه فضا بود، در کدام محیط به واسطه او تربیت یافت، کلانسالان آنها چگونه بودند. یک انسان، یک ملا با نام ملا در ناخونک 14-15 نفر کودکی سن سالهای گوناگون را گرفته در شرایط خانه به یگان پروگرام تعلیمی، به یگان آموزشی سطح دانش اولیه این کودکان در کدام شرایط کلان شدن، تربیت کی را گرفتن، دانش اولیه بعضی نیز نمیگن، دانش اولیه یعنی دانش بنیادیشون تا چه اندازه است، همه را با یک ترتیب برای خودش معلوم یا که تو چه اندازه علما اساسناک نه که خودش از روی معلومات من گرفتم، همگی صنف 5 تمام کرده است. صنف 5 حتی مکتب میانه را به پرگی کاملا خط نکرده است. او به همه کودکای ما تعلیم کرد. چی را تعلیم کرد؟ چی را تعلیم کرد؟ من نمیدونم. کریکولای تعلیمی دارد؟ نه. دانشگاه آموزگاری خوانده است و پداگوگی کرده، یعنی که علم معارف پروری رو میدوند؟ نمیدوند. پس در اساس چی تعلیم کرد با ما؟ ما در یک مکتب یک جای میخوندیم. در مکتب خواندنش سست بود، دشوار تربیه بود. با آموزگاران، با خوانندگان به حد دغلانه رفتار میکرد. در مجلس های پدر و مادر پدرش هم اشتراک نمیکرد، خودش هم اشتراک نمیکرد. تماما دربارش خصلت‌های بد، گفتارهای بدش میفهموندن. همسایه ها تا حتی از همین کودک چه گپ زنن بیزار هم شده بودن. کودک‌ها را به حد غم میداد. در مکتب کارهای رفتارهای بیجا میکرد. پدرش یکی از سرکردگان نهضت اسلامی بود. از روزهای اولی که به درس می آمدند، محمد اقبال صدرالدین به درس‌های دنیوی یا به درس‌هایی که ما تعلیم میدادیم کم توجه داشتند، زیرا از روزهای اول زیر تاثیر یک ایدئولوژی خرافات پرستی قرار داشتند. در مؤسسه الک از روزهای اول تحصیلش معین بود که نسبت به درس‌هایی که مکتبی هستند عموما تعلیم داده میشوند کمتر توجه دارد. بیشتر عقیده های خرافات پرستی که در عائله از جانب پدرش تلقین کرده میشد فرا گرفته بود. رو انسان که به دنیا می آید با غریزه های معین جنسی و شهوانی به دنیا می آید، چه انسان و چه حیوان. ولی انسان در زیر تاثیر محیط اجتماع، زیر تعلیم و تربیه صاحب خرد می شود، صاحب عقل سالم می گردد و او برای اداره نمودن همین گونه واقعا غریزه های گوناگون جنسی خود همین عقل و خرد و مفکوره را، تفکر را که زیر تأثیر همین محیط سالم اجتماع به عمل آمده است صاحب می شود و آن را اداره می کند. همین تقدیر بیچاره، من بیچاره میگویم همین محمد اقبال رو که تاثیر همون محیط عائلوی خرافات پرستی پدر بود که همین فرزند وی به همین راه روانه شد. چون که در زیر فشار تربیه پدر محمد اقبال هم چنین تربیه نادرست گرفت. شاید اگر محیطی سازگار می بود، در یک محیط سالم عائلوی، شاید محمد اقبال اگر تربیه می یافت، شاید از او یک متخصصی کسبی، یک طبیبی خوب، شاید یک آموزگار خوب، شاید یک مهندسی خوب تربیه می یافت. ولی صد افسوس
یه زندگی خیلی زیاد است. پهلوهای بیولوژی و فیزیک و متماتیک و شیمی و انجینری و طب و معارف و راهسازی و کیهانشناسی و دیگر مسئله های زندگی است که این نفرانی که عمر خود را در اونجا صرف میکنن کودکان، اونا آماده زندگی کردن در این جمعیت نمیشوند. یعنی او را در یک واکوم نگاه میدارن با همون یک مقداری دانشی که با آنها میتین، اونا را زامبی رو بد میکنن، منقورد میکنن و اونا بغیر از 4-5 سوره و گویا که در پشت این دیوار قیامت است، او طرف دنیای جوابگویی دارد، به همین روحیه تربیت میکنن. یا میشن زام، یعنی که آدمایی که در اساس پسیکولوژی روانشون را اداره کرده بسیار ساده میشود. حقیقت علمی کیها اثبات کرده است که عملکرد هر یک شخصیت از خصلت و خوی خود او بیرون می آید. از تربیتی که در خانواده گرفته است، از عنعنه‌هایی که برای این خانواده خاص بودند، از محیطی که شخص در آغوش آن به پایه رسیده است. متاسفانه محمد اقبال صدرالدین در حیات محض قربانی محیطی گشته است که پدرش و همدستان پدرش از تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی به وجود آورده بودند. همه چیز در زندگی متوازن است. اگر شما وجدانتان را گم کردید، پس شما بی‌شرمی، بی‌شرفی و بی‌ناموسی را پیدا نمودید. حکمت بزرگان. قلندر صدرالدین. قلندر صدرالدین، لقبش ملا قلندر، سال تولدش 1948، زاده ناحیه نورآباد، ملتش تاجیک، عائله‌دار، صاحب 2 زن و 13 فرزند. قبلا استقامت کننده شهر باختر، کوچه باباجان غفوروف 70، 22 مارس سال 2019 در جمهوری پولشا وفات کرده است. شناسایی با شرح حال این خانواده بازگوی کننده دلیل های رد ناپذیری می باشد که از ناسالم بودن این عائله از نخست شهادت می دهند. بزرگ در یک اثرش می نویسد که آدمی خود را از عائله دیگر حیوانات جدا نمود، لیکن خصلت های حیوانی خود را با گذشت 10 عصر از یاد نبرد. این گفته ها در حیات، کار و روزگار و کردار و رفتار صادر کرده قلندر صدرالدین 100% ثابت می‌گردند. نامبرده سال 1985 از طرف سود شهر قرغانتپه با جرم دست زدن به زوافیلیا 1.5 سال از آزادی محروم کرده می شود. بعد ادای جزا برای گریز از این شرمندگی چندین دفعه جای زیستش را عوض می کند. خود اگر از خود ملا قلندر گیریم، همین خیلی آوازه ها حتی بین حق و همسایه ها بود که دورانی که با فروختن چارو مشغول می شد او رو بد اخلاقی متهم کرده بودند و از همین سبب او بارها از بیشتری وقت از همسایه ها راه گریز می گفت. در یگان جو ملا این همسایه ما کار نمیکردن، یعنی یگان کارخانه یگان وای کار نمیکردن، به فروش چارو مشغول بودن تا حتی یک کاری نامعقولی کرد که به چارو دست درازی کرد. در همین دوره چطوری که من گفتم، همین به محکمه شیست به اون خاطره که به حیوان خانگی مناسبتی بد اخلاقانه نمود. انا همین بود که وی را به محکمه کشیدن و بعد از اون که از جمهوری اسلامی افغانستان برگشته آمدن، اویلش رجبی حتی نخواست با وی زندگی کند و وی با حنیفه خان نام یک زنی دیگر که همسین سالی فرزند کلانیش بود خانه‌دار شد و 13 فرزند داشت. یگان فرزند وی معلوماتی عالی ندارد. درباره آن دهشت و وحشت، قتل و خونریزی، خرابی هایی که سرکردگان این حزب تروریستی بر سر ملت تاجیک آوردند، میلیون ها صحیفه نوشته شد. گناهکار این جنگ سنگین و ننگین بودن نهضتی های تروریست پر از ثابت گشت و حاجت به تکرار این موضوع نیست. اینجا باید یک نقطه تاکید گردد که نهضتی ها در برابر صدها هزار نفر از جمله زن و فرزند و دیگر پیوندان و نزدیکان خویش را به بدبختی مواجه ساختند. محمد اقبال صدرالدین یکی از آنهاست. او در حقیقت نورس بیگناهی بود که بدون اختیار خودش
به صحنه دهشتناک و پس پردگی حیات خاصی دایره های افراطی کشیده شد. تربیه خودی ملا قلندر از سبب اون که درست براه مونده نشده بود، شاید فشاری انا همون سرپرستان خارجی بود که وای رهبر حزب نهضت اسلام بود، وای باید به مردم خدمت میکرد، به وطن خدمت میکرد. برعکس به جای اینکه خدمت کند وای مردم رو به شور آورد، به سر مردم یک بلایی رو آورد که مردم نهایت به یک حالت بد گرفتار شدند، کوچ بستند. چقدر مردم از فرزندان محروم شدند، از خانه در محروم شدند، به سر مردم یک بلایی را گرفتار کردند که یک قسمت زیادی جوان مردان ما رو هلاک کردند، کشتند. خوب به نظر می رسد که اینجا محمد اقبال صدرالدین یک قربانی است، قربانی همین ایده های ارتجاعی که اون دوره زیر تاثیر پدرش، زیر تاثیر سابق حزب نهضت اسلامی مانده بود. یعنی ببینید در اینجا اگر ما تحلیل نماییم میبینیم که اول اون چیزی که در عائله، در محیط عائله از پدرش ملا قلندر به او تاثیر رسیده است و او زیر تاثیر روانی پدر مثلا بگیریم به همین راه رفته است. دویم محیطی که در آنها مثلا بگیریم در عائله آنها، در محیطی که همون پدرش رو اعضای حزب نهضت اسلام بودند، تأثیری به واسطه به روانی محمد اقبال صدرالدین رسیده است. و سوم زیر تأثیر ایده های ارتجاعی یا جهالت پرستی سابق حزب نهضت اسلامی، دیگر تمام پیوندان محمد اقبال صدرالدین و پدرش و اون پیروانش زیر همین تاثیر موندن و امروز محمد اقبال صدرالدین به مثل یک بیچاره یا که گوییم که یک قربانی همین ایده گشته است. یعنی به یک گرداب فرو رفته است که از آن راهی برآمدن را نمی‌بیند. آدمان هیچگاه از عملهایی که برایشان عادت شده است پشیمان نمی شوند. حکمت بزرگان. نه برادران، آکرامش که درست نیست. پدر بیچارهش چقدر عذاب کشید، آخر به چشم پدرش خرید. از پیش قماندان غلام تابیخ میگفتن او وقتی مهاجرین تاجیکستان که آمده بود در وقت از جنگل تیر شد دیگه، بیچاره آواره شدن آمدن در این منطقه دیگه. در اوج باز مردم ها رفتن، مقاومه اسکی ترکمنای ما مردم رفتن از او قشلاق از جنگل اینا را گرفته آوردن در خانهشان جای و جای کردن. بعد بسیارش طرف قندوز آمد، امام صاحب آمد، اونا بعضیش در امو قریه اسکی ماندک. باز در اوجه به نام یک ملا قلندر گفتنی از امین نهضتی اون مردم بودک، ما مجاهد هستیم گفته و مردم آواره و در بدر کردن دی طرف که آمد دیگه. اونمو باز اینجا مردم دمی جنگ اونا به خاطر چوکی و مطلب و مقصد خودشان بود، برای آوارگی مردم در بدر فکر نکردن که مردم در زمستان بود، برف بود، خنوکی بود، مردم در بدر کردن، سرگردان کردن. اینجا آمد نمی جنگای داخلی تاجیکستان که شروع شد، مهاجرین تاجیکستان کلش طرف افغانستان دل کردن، آمد اینجا برشان یک کم جور کرد. یا در لپ جب بود خوب برام، یا مهاجرین کلش آمده و زن و مرد بیچاره گریخته بودن آمده بودن اونجا. این میجه بعد به نام ملا قلندر ها یک نفر اعتباری هست. عبدالله نوری از رئیس چیز رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان بود. این نفر اعتباریش بود دیگه. نمی بعد کمک‌ها را جذب میکرد از ایران و از هر مملکت، از افغانستان، از هر جای کمک‌ها را جذب میکرد و بیادر میگرفت نصفش بره
مهاجرین توضیح میگن نصف دیگه زیر بعد خودش بفروختی شام نگه شد. یک دوست بسیار صمیمی بر ما پیدا شد، ملا قلندر. این ملا قلندر خیلی دوستی و رفاقت ما کی سر شد و دیگه ما که دکان داشتیم یا همین کمک‌های خیلی بود از دمی سازمان ملل سرویس‌ها هر چیزی که برش می آوردن این بود همین چی میگیم همین مواد خوراک مربوط به میشد از همین نهضت اسلامی همون مردم تاجیکستان. بازی از همون خوراک مردم چیزی مثال کمپل بود و مثال هر چی که بود بازی میآورد پت پت ای خوراکی هم خلق خودشان مثال میآورد با ما سودا میکرد. میگه خمیر برای ما جاگا جاگا میآورد شب میآمد یا شام میآمد پت میآورد سودا میکرد باز ما اینا برش پول میدادیم میره بداره. در دوره‌های هجرت در افغانستان در کمپ خانه آباد یک قسمت مهاجری تاجیکستان جایگیر شدگی بودن در همون کمپ خانه آباد. در اونجا راهبر تقسیمات خورد و خوراک و دیگر چیزهایی که از دولت‌های برای کمک برای مهاجران می آوردن ملا قلندر همونجا مسئول بود، نماینده بگیم حزب اسلامی در همون کمپ خانه آباد. و ما چند بار همون مهاجرا را خبر گرفتیم و در وقتی با اونا واخوردن اونا عرض کردن که همین ملا قلندر چیزایی را که برای کمک مردم میارن اونو میگیرن و پره به دست همون مهاجران نمیرسن. و ملا قلندر ما دعوت کردیم با او حتی آدمایی که کدام روز هزم می برای علاوه مردم به دست برده فروخته به دست قپیده بیستنش اما آدما رو هم دعوت کردیم با او در این مسئله که مردم مهاجر حقشون نگیرن یا ندزدن یا نفروشن و مردم برسونن. در اوجه خودم قماندان بودم، قطعه قماندانای تاجیکی و افغانی بسیار زیش علاقه داشتم، رفت آمد داشتم. پدر محمد اقبال یکی از مؤسسی نهضت اسلامی بود، ملا قلندر، ما ملا قلندر میگفتیم. و از طرف نوری همچون مسئولی تقسیماتی همون خیریه هایی که از طرف صلیب سرخ، هلال احمر به طرف نهضت مهاجرین داده میشید، او هم یکی از مسئول ها بود. پدرش وقتی که مسئول همون صلیب سرخ بود و بگیم که خیریه ها همه در دست پدر همه بود، در دست ملا قلندر. خیلی پسرش 12-13 ساله بود تخمینا. همون حالت ده ملا شریف گفتگی آدم میآوند برای تعلیم دینی که همین ملا شریف همین بچه ما را درس بده، تعلیم بده. بعد وقتی که در همونجا در پیش ملا شریف این محمد اقبال درس میخونه و تعلیم دینی میگیره، بعد این محمد اقبال قماندان ها پول میتن ملا شریف میگیرن 5-6 ماه قریب تا 1 ساله را تجاوز میکنن در همو خانه همو قماندان ها با دیگر قماندان های همو افغان. بعد از طرفی بگیم که تاجیک ها و افغان ها همه چیز آوازه میشه. یک کسی دیگه بود به نام ملا شریف، همین چیزی که مهاجرین که از طرف آمده بودن یا درس اسلامی میداد، درس از نهضت بود، اکوان نماینده نهضت بود، درس اسلامی میدادشون. برادر این بچه ملا قلندر نیست، این دیگه یک بچه داشت یک به نام اقبال، چی یک شیعه بود، یک مقبول بچه بود. این برادر پیش از اینمی چیز درس میخواد پیش این ملا دیگه خودم چی کارا کردش کرد. بالاخره یک روز قماندان غلام ما چیم نمیفهمم با چی تکنیک با چی حساب اینو گرفت آورد که خود بچه چی ده. این بچه دخترانه پوش بود، یک دختر کار دخترانه کالای دخترانه در جامش میکرد میپوشید. بیادر این دیگه هر روز کار نامشروع کردش میکرد. یکی از روزها بیادر محمد رفتم طرف دکان ایرار، میبینم که اقبال بیادر به اینجا در زیر پای ایرار چی میگیری؟ والا گفتم اگه نه تیگه بانم نه نمیشه. خب بالاخره فشاری کردیم ما هم بیادر یک چکر دادم بازی بچه دیگه مختار شد. هر دیگر می آمد نموجه میرد عملی شد دیگر. قلندر همی
میامد و میرفت باز یک روز هم بچه که یک پر آورد ما چی میشه که بچه میشه نامش چی است نامش محمد اقبال است پدرش یک روز آمد گفت میردم پیش ملا شریف میمونیم اون چیزای نهضتی است گفت اون تاجیکستان مردم خودم تاجیکستان بود دیگه ملایشون باز اینجا پیش همون میخوند چند قپس باز دید همی در کدام جایی بچه را همی قماندان غلام میبینن در کدام کوچه و اونجا میبینن خیلی بچه که سفید و خوشرو بوده سفیده که خوشرو بوده معقولش میشه همی قماندان این میگه به همون چهش وظیفه میده که پیدا کنید همین بچه را باز یک روز همی توی بود رفتیم همی خیلی مردم در توی رفتیم کدام چیز همی قماندان غلام توی بود ما رفتیم خیلی همی اونجا همی رواجی مانند چیز همی قماندان بچه بازی زیاد میکنن باز خیلی همی دنبوره و همین طبله و همین چیزا بود دیدیم که آقای همین بچه همین قلندر دیدیم که همون بچه است این بچه خیلی کلاه زنکای پوشیدن در پاش زنگ بسته کردن این بازی میکرد وای بچه ما تو خیلی یک دیگه همون قلندر پیش ما میامد و یک کسی دیگه میره میشناخت بچه ببینیم بچه نیست که پیش دکان میاد ما تو منور است هی والا کار چی نشد کار بد شد ما نمیدونم خیلی کاری اون قماندان دیگه ملا قلندر یک بچه متو مقبول داشت خوشروی بود و نامش دیگه محمد اقبال نام داشت یک وزیر یادم آمد دیده بود اونم مقبول محمد اقبال را باز حساب بچه اونم باز بچه ویرش گرفته گوجه در میهمانخانه دیگر در توی و در تمام چیزا میبردن و اوجا رقص و بازی میکردن و بعد از او باز کارهای نامشهور قطیش میکردن در او صحنه بود که نه باز دیگه اسکرای از او هم مخته شد به این کار باز خودی او بچه هم موافق شد که همین رقم کارا را با همراهشان بکنه این رقم باز یک نامبدی برای مردمی برادرای ما شده که دیگه بیچاره نامشان سبب میکرد و آدم واسه هم بازمی بود و بازم میکرد و سر از این بچه ها بالا میشد و همین باسکرای خودش و بیخی نامبدکن کار بود گمش که همین نام فامیل افغانستان و تاجیکستان بیخی در کدام توی موی میرفتی البته توی میرفت اون بچه بازیشان خدا توی میشد دیگه تنبور چالان بود و بچه بازی بود میرفت بیخی کار نامشهور همین گفتنش خوب نیست که آدم بگه میره پدری ازم اگر چند ملا بود یک روز باز دکان بودیم قلندر آمد قلندر گفتم که همون بچه محمد اقبال دیدیم پیش قماندان غلام چی میکرد پیش از او داود توی بود و کلاه زنکی را پوشیده بود و این بزم میکرد بازی میکرد و این پدرش همون تو سرش همون قلندر سرش تا و جگرش خون و مردم این کی در برده پیش قماندان برده پیش قماندان این کی معرفی کرده نگفت والا خیلی همین یک کار شد دیگاله هم کار شد دیگاله چی رقم کنیم چی رقم اینجا بگردیم چی کنیم اینجا مردم خیلی بچه تا چی رقم میکنه پیش کشیده گفت خیلی نمیدونم بخواد چی رقم میکنم مصلحت کرد که ما گفت خیلی نمیشه گفت هاشم خان گفت نمیشه گفت مجبور ما اینجا بریم گفت یک فند و فریب کرد از اینجا ایلا کنیم دیگه آبروی اینجا دمان نمونده اینجا پیش خلق پیش همه اگه سرم خم شد گفت اگه باید ما بریم یگان ولایت یگان طرف دیگه بگردیم بریم گفت دیگه گمش کردم دیگه آخرهای ماه فوریه سال 1993 با سپارش رهبر سابق حزب نهضت اسلامی سید عبدالله نوری در شهر طالقان سازمان امنیت مهاجرین نهضت اسلامی تاجیکستان تأسیس داده شد که در آنجا رئیس سازمان با تخلص خالد جمعبگ سلام تعیین شد معاونان او سلطان حمد و بنده یعنی که سیاق و سیجاد ششایبش معاونان رئیس سازمان امنیت مهاجرین تاجیک تعیین شده بودند. قید کردن ضرور است که بعد تأسیس دادن سازمان امنیت مهاجرین نهضت اسلامی تاجیکستان در تمام شهرهایی که کمپ‌های مهاجرین وجود داشتند علل خصوص در شهر قندوز، شهر خاناباد، شهر طالقان ولایت تخار و در شهرهای تاشقرغان و
мазори шарифи вилояти балх шуъбаҳои ҳамин созмони амниятии наҳзати исломӣ ташкил карда шуданд. бояд гуфт ки ҳамарӯза маълумотҳое ки оиди вазъияти кампҳои муҳоҷирин дастраси шуъбаҳои созмони амниятӣ мешуд ва ҳамарӯза маълумотҳои ҳамарӯзаи вазъияти дохилии кампҳои муҳоҷиринро мо дар дасти худ доштем. дар байни маълумотҳои ба самнид ворид гашта ба мо дар бораи писари яке аз муассисону саркардагони собиқ ҳизби наҳзати исломӣ Садриддинов Қаландар ё маълум бо номи Мулло Қаландар маълумот расид. дар маълумот гуфта мешуд ки Мулло Қаландар фарзанди худ Муҳаммад Иқболро барои сабақи динӣ гирифтан ба домлаҳои бонуфуз бо номи Мулло Шариф тоҷикӣ ки ӯ ҳам дар кампи Амиробод гиреза шуда буд ба назди ӯ меспорад. дар минтақаи кампи Амиробод қумандон Ғулом гуфтани афғон бо бародари худ нуфузи калон доштанд ва онҳо дар минтақаи Амирободу Хонобод хулоса худро ҳам шоҳ медонистанд, ҳам вазир. онҳо ба касе итоат намекарданд ва гапи касеро ҳам намегирифтанд. ва рӯзе қумандон Ғулом дар кӯча Муҳаммад Иқболро ки хеле навраси зебову диққатҷалбкунанда буд, ӯро дар кӯча мебинад ва ба ӯ ва Муҳаммад Иқбол ба қумандон Ғулом маъқул мешавад. ва баъд аз ин қумандон Ғулом ба навкарони худ амр медиҳад ки бо ҳар роҳе ки набошад, бо кадом роҳу воситае ки набошад, ҳамин навраси тоҷика гирифта ба назди ман биёред. ва оқибат бо пули калон Муҳаммад Иқболро аз Мулло Шариф харида ба назди қумандон Ғулом мебаранд. баъдан мо фаҳмидем ки як писаре доштааст Мулло Қаландар ба номи Муҳаммад Иқбол ва ӯ дар дасти ғуломқумандон додари қумандон Амир бидасту ва пешхизмати ӯ чирик бигем ба забони мардуми афғон писари Мулло Қаландарро истифода мекарда бистанд. хабар мо ҳам бисёр як фаҳмидем нанги мон омад ки ин писари тоҷика уно ҳамчун пешхизмат истифода мекунанд. дар давоми қариби як соле ки Муҳаммад Иқбол бо ҳамроҳии ӯ буд, қариб ҳар рӯз ва ҳар шаб Муҳаммад Иқболро либоси занона пӯшонда ба пои ӯ зангула баста ва ӯро маҷбур мекард, дар аввалҳо маҷбур мекард ки дар назди ӯ рақсу бозӣ намояд, то ки хушҳолии худро хулоса бо ҳамин роҳ таъмин мекард. он нафаре ки ғаризаҳои шаҳвонии худашро агар фарз кардем идора накунад, ғаризаҳои шаҳвонӣ боло мегиранд ва дар сурате ки якбору дубор гирифтор шуда бошад ҳамин нафар фард нисбати худ бо ҳамин хел ҳолатҳо, бо ҳамин хел амалҳои гуногуни характери шаҳвонӣ дошта, он гоҳ аз нуқтаи назари психологӣ ин ҳиссиётҳоанд, ин ҳиссиётҳо ки як нав ҳолати қаноатмандиро дар организм ба вуҷуд меорад ва оҳиста оҳиста ба талаботи ботинии ҳамин нафар одам табдил меёбад. баъзе қумандонҳои мо, қумандонҳои тоҷикӣ чӣ мекунанд, пешниҳод мекунанд ки иҷозат диҳед, мо мирем ба зӯрӣ мезанем, мегирем бачара. ӯ чӣ ҳақ дорад ки бачара намета? мана не ки аз тарафи роҳбарияти наҳзат иҷозат намешавад ки мо худмон дар тарафи Тоҷикистон ҷо надорем. аз онҷа мисол гирем ки ба ҷангу ба ҷанҷол баромадагӣ омадагием. имрӯз агар мо қатъиё ҷангу ҷанҷола сар кунем, ин ҷанг барои мо ҷо намемонад. хостем бо Ғулом як вохӯрӣ кунем ва даъво кунем ки онро пас бигирем. мо ҳам қувваи калон доштем вақт дар Афғонистон ва бо кадом нафарене ки зарурат мешид истифода бурда метонистем ва
او قماندان غلام هم در همو خانه آباد جایگیر بود. صدی روی کاری مصلحت ما کردگی همین با رهبریت همین حزب اسلام و همون کلان سالان در بین ماجرا زندگی میکردگی مردم ماجر تاجیک بودن که اونا صدی همین راشدن و به ما مصلحت دادن که این کار نکنیم که با خونریزی میشه بین مردم محلی همون خانه آباد و مردم ماجر با مناسبت دیگر بزیب می شود که خونریزی که شد. برای همین نماندن و بعدا چند روز پس فهمیدیم که ملا قلندر پسر شو از امو قماندان غلام چند پول داده با پول خرید از گرفت است و از شرم در بین مردم خانوباد دیگر زندگی کرده نتونست است و به طرف هرات رفته است. ملا قلندر که در کمپ امیرآباد مسئول مالیات و تقسیم موادهای بشردوستانه که برای گریزه‌های تاجیک می اومدن بود و از این را او درآمد کلان داشت و پول کلان هم به دست آورده بود و در این کار بغیر از این راهبر همین سابق حزب نهضت اسلامی سید عبدالله نوری هم که به صدرالدین قلندر کمک پولی میکند و فقط با همین راه پول کلان عاقبت صدرالدین قلندر پسر خود محمد اقبال را از قماندان غلام با پول کلان خریدن میگیرد. مسئول بود در صلیب سرخ برای تقسیمات و گرفتن و تقسیمات کردن همون بگیم که خیریه ها و کمک ها خیلی جمع کردگی پول داشت است با ای طرفی راهبریت نهضت دستگیریش میکنن. بعد همو چند پول قطعی ای دست قماندان غلام همو بچه‌ش محمد اقبال میخره. بعد که میخره اوضاع میشه که خیلی گپ‌های دیگه طاقتی در همو بگیم که بین مهاجرین و در سمت شمال افغانستان در امیرآباد و در تخار ایستادن نمیکنه و نقشه میکشه که چیکار کنم که من از بین همین مردم کمتر دورتر باشم تا اینکه همین اوضاع و دروازه بین مردم بروه. بعد آنها مصلحت میکنن میگن در هرات ما نماینده فرض مثلا یعنی دفتری همین نهضت اسلامی را نداریم. در چند اطراف و گوشه های افغانستان و خارج از افغانستان داشتن نکی اوجا نداشتن. بعد میگن این ملا قلندر بسیار چی داره یعنی تجربه داره میتونه که در همون هرات هم یک دفتر بکشه و برای کمک هایی که برای نهضت در کاره از او صلیب سرخ هم با زیادتر این فایده بیاره. بعد چند خودش داشته با یاردمش میکنن از طرف نهضت برای اوجا اجاره بگیف یگان اتاق خوبه و همین دفتری نهضت بکشه. بعد این بچهش میگیره قطعی خودش دیگه نمیمونه اینجا که آموخته با دیگه افغانایی که اون کس دیگه با اخلاقی بعد ایرا چی نکنه گفته. بعد میگیره محمد اقبال میره و همو چی هرات. بعد در هرات چند وقت زندگی میکنن با این بچه را با گفته همون مردم که میگریخت است پدر اطاعت نمیکرد است میرفت از هر سو با همون موقع ها و جایی را که همین خیلی اخلاق های بد در اوجا انجام میشوه همونجا را میافت است میرفت است همین کارا را با انجام دادنی میشه و انجام میته. پدرش بعد عذابش میته. شرم و ناموس به لباس مانندند، هر قدر فرسوده شوند به شرف نسبتشان همان قدر بے پروا می گردد.
حکمت بزرگان. قلندر صدرالدین از شرم و حیا دیگر نمی توانست در اردوگاه گریزگان در قندوز بماند، زیرا هر یک گریزه قصه نکاح محمد اقبال را با قماندان غلام می دانست. خرد و کلان، زن و مرد هم در بین گریزگان و هم ساکنان افغانستان در این باره می گفتند و ملا قلندر و پسرش محمد اقبال را با انگشت نشان می دادند و او روز اهلی آیلش را گرفته به هرات می گریزد. ولی آیا می توان از بیشرفی فرار کرد؟ محمد اقبال نورس اساسی ترین مقدسات مردی را از دست داده بود، ناموس را. اصلا درست است که گناهکاری اساسی در این بی‌ناموسی و بی‌ننگی و فاجعه به سر محمد اقبال آمده پدرش و سرکردگان تشکیلات تروریستی نهضت اسلامی بودند که جنگ خانمانسوز را بر سر مردم تاجیک کشیدند. محمد اقبال در قطار دیگران یک قربانی جنگ تحمیلی نهضت تروریستی و خواجگان بیرونش بود و هست. قرار داشتن در این پیشرفی و موقعی عاجزانه سمت حیات مینبعده محمد اقبال را به کلی تغییر داد و دیگر بیمار شده بود، گرفتار دردی که معالجه نمی شود. مناسبت او با پدر که در این بدبختی خود مجرمش میدانست یک بار سرد گشته منتظم از مکان زیستش در هرات می گریخت و برای تسکین بخشیدن دردش هم نشین و هم بستر می جست. محمد اقبال 12-13 ساله بچه او قدر در این باره ما را گناهکار کرده نمیتونیم. اساساً گناهکار پدرش نهضت اسلامی ای. وقتی که پدرش همی نهضت اسلامی را ساختن و ساختیم و مردم در همه چیز که آوردیم، خیلی عاقبت جنگ خونریزی و جنگ خونین در تاجیکستان وقتی برپا کرد نهضت اسلامی، عاقبتش به همین کارا بعد یعنی ثمره‌اش و نتیجهش همین کارا شد. یعنی همین بد اخلاقی محمد اقبال خب با نرک بیزنس گرفتار شدن بعضی دیگرها، نرکمند شدن بعضی دیگرها، تجاوز شدن بعضی زنها و دخترهای تاجیک در افغانستان به چشم می رسید. همه سببش همین نهضت اسلامی است. هیچ یگان چیز دیگر نداره. نهضت اسلامی یک نهضت است که تمام مردم همه جهت ضرر داد، از جهت دینم، از جهت اخلاقم، از جهت انسانیگری هم، از جهت وطنداری هم، همه جهت. 100 دلیل پیش میارم تا که اینا جلب کرده میشوند. این کودکی که هنوز یک گولی، یک خیلی بلولک یعنی ناشکفته است، این کودک دعوت کرده میشود، جلب کرده میشود، گرفتار میشود و این بدبختی خود رو این کودک که روحاً، جسماً، اخلاقاً، فطرتاً، ایماناً شکسته میشود، هیچ وقت این روح و روان شکستگی خودش نه به مادر، نه به رفیق، نه به دوست، نه به معلم، نه به نزدیکترین آدم گفته نمیتواند. محمد اقبال صدرالدین در شهر هرات هم با همون درد بی‌دوایی که گرفتار شده بود، یعنی بچه بازی، در شهر هرات هم همین کار خود رو دوام میدادم دست. یعنی که او شبها از خانه گریخته در جایهای مخصوصی همون شهر هرات با لواطه بازی، بچه بازی و با درد خود دوام میبخشیده است. در همون هرات هم فهمیدیم که یک چند وقت همون محمد اقبال گپی پدرشون گوش نکرده، خیلی کسل یار شدگی بوده است، دیگه شبا به هر طرف می رفت است و عاقبت پدرش قطعی بسیار گپای پست و پلند زده، اوجا گریخته طرف پاکستان رفت است. در همین گرداب به سبب حزب نهضت اسلامی گرفتار کردن همین محمد اقبال، همین حزب اسلامی است که همین جنگ تشکیل کردن و محمد اقبال همین چیزها رو درک کردگی که پدرش در همین چیز مسئول بود و وابسته بود، همین بدبینی و کینه گرفته
در جنازه پدرش حتی اشتراک نکرده. بعد وقتی که از پدرش که دواش نمی‌آورد و بسیار عذاب می‌ده پدره در هرات، محمد اقبال بعد فرار میکنه از دست پدرش، میره و پاکستان چند وقت در معهد ابو حنیفه تحصیل میکنه، بعد اوجا با لاهور میره و همه اخلاق و کارهای بده که در اوجا دوام میده، باز میبینه که شرمندگی زیاد شده ایستاده است و یا نگاه نکرده اوجا بعد به طرف امارات متحده به طرف دبی فرار میکنه. لیز بوربونوم یک متخصص بزرگ آمریکایی میگه که در روی زمین آدمانی بد و نیک نیستند. همه آدمان در زندگی آزاری دیدند و در نتیجه این آزارها خاراکتر آنها، تقدیر آنها به وجود آمده است. میگه که در روی زمین آدمانی اذیت کشنده هستند و این اذیت ها در تقدیر آنها شکل‌های گوناگون دارد. یکی از شاخه‌های دیگری پسیکوپاتی این همجنسگرایی میباشد، یعنی که همجنسگرایی علاقه جنسی با همجنس خود. این اول در شعوری همون بیمار پیدا میشد. بیمار اول کوشش میکند که با این مبارزه برد، لیکن در آخر با مرور زمان با گذشت وقت شعوری بیمار رو پورا فرا میگیرد و در بیمارو دیده میشود مثلا اختلال رفتار، آنها دیگر کردارهای خود رو اداره کردن نمیتونن، یعنی که بیمار به همون خواهش‌های بد اخلاقانه خود که در شعوری وی پیدا میشوند مبارزه بردن نمیتوانند. تا چند قدری که کوشش میکند که همین کردارهای خود رو پنهان دارد یا که به همین کردارهای ناشایسته دست نزند، لیکن به اون میسر نمیگردد. باید مخصوص قید کنم که شخصان گرفتاری این بیماری یعنی که همجنسگرا با مرور زمان با گذشت وقت شر در آنها نیز میشن، حتی آنها ترس رو نیز از خود دور میکنند، یعنی که نو ترس میشن. انا برای به هدفهای غرضناک که خود رسیدن حتی میتونن که به دیگر کارهای ناشایسته به مثال به جنایت مثال میتونن دست زنن. یعنی که چقدر درباره گفتیم این ناموس این آدم‌ها نیست میشود. این آدم‌ها به حالت خود به حالت نهایی خود از نقطه نظر تنقیدی نگاه نمیکنن، یعنی که چقدر که به اصطلاح با زبان روس میگن به حالت خود کریتیکا ندارن. البته بعدی از سرگذرانیدن چنین حادثه های مدهش در مثال روزهای به سر محمد اقبال آمده، انسان شخصیت خود را بی بازگشت از دست می دهد. ننگ و ناموس، شرف مردی برایش بیگانه می گردند. شرم از نهادش گم می شود، بیرون می گردد. در کوچه و بازار مکان و خانه های مخصوص را می جوید تا عادتی در وجودش یک عمر مسکن گرفته را برای مدت تسلا بخشد. او معتادی را می ماند که برای از بین بردن درد و پیچش استخوانها جهت دریافت مواد مخدر به هر عمل قادر است. وقتی که روح ما رو میشکنن ما آدم کامل حیات نبی شده نمیتوانیم و روح این آدما وقتی که یک بار و دو بار و سه بار و چهار بار اینا به این کارها جلب کرده میشوند، اینا سیر و اسرار خود را به بیرون به دیگران نقل کرده نمیتونن. آدمایی میشوند که همیشه در یک فضای محدود زندگی میکنن. آدمایی میشوند در دل خود کینه زیاد میگیرن. آدمایی میشوند که نسبت جمعیت با آنه که آنها را شکستند اینا قصاص گرفتن میشوند. به این جمعیت یک ننویست، یک بدبینی نسبت جمعیت، نسبت آدمیت پیدا میشود در وجود این انسان ها. اساس کار، بنیاد کار از چی سر میشود؟ اولی کار با شکستن روح و روانی انسان سر می شود و بالاخره اینها آهسته با این روح شکسته، با این قلب شکسته، با این جسم و روان شکسته خود به آن کار عادت میکنند. از همه بدبختترین اعمال این است که وقتی روح و روان اینها شکسته می شود، اینا کوشش میکنند که دیگران را به این بدبختی جلب کنند،
کودکان دیگران را جلب کنند، پسران دیگران را، دختران دیگر را که آنها در مکتب میخوانند، اگر گالستوکش بستگی و لباسهای زیبا پوشیده رشک میکنن به آنها و کوشش میکنن که از طبقه سالم به طرف خودشان آدم را جلب کنند. چهره فریبگر همه مقصدهای را که دل مکارانش به نقشه گرفته است پنهان می دارد. حکمت بزرگان. طوری شاهدان نقل کردند بعد این حادثه های پر از ننگ و نفرت و شرمندگی در میان عامه، ملا قلندر با اهل عائله‌اش به هرات کوچ بست. یعنی خواست از نظر جامعه و مردم خودی آبرو ریخته و پسری ناموس باخته‌اش را پنهان کند، ولی کجا میتوان از خود گریخت؟ هر دفعه محمد اقبال را دیدن آتش شرم و خجالت سراپای وجودش را میسوخت، خاکستر میکرد. و ضمن این شب و روز از خانه غیب زدنهای محمد اقبال احوال او را خرابتر میساخت، زیرا یقین میدانست که پسرش باز پی جستن ملهم دردی بی دوایش رفته است. ملا قلندر دیگر صبر و تحمل را از دست داده بود و روی راست بد اخلاقی های محمد اقبال را روبرویش می گفت. او را در تمام شرمندگی های خود در بین جامعه گناهگار می کرد. او اندیشه نمی کرد و اعتراف کردنی نبود که محض خودش و دیگر سرکردگان تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی این روزهای پر از تحقیر، حقارت و حماقت، بی‌ناموسی و بدبختی را به سر محمد اقبال و ده ها نفر جوانان مثل او آوردند. طوری روند حادثه های بعدی نشان دادند محمد اقبال پدرش را نبخشید.